من مهناز حق‌پیکر، پدرم بدیعالله حق‌پیکر که در کرج زندانی بودن. بعد از 9 ماه ایشون شهید شدن در سال 1983. قبل از اینکه وارد این داستان اتفاقاتی که برای شما افتاده بشیم، دوست دارم یه مقدار راجع به لینیج بهاییتون صحبت کنید از طرف پدر و مادر. آیا شما تو خانواده بهایی به دنیا آمدید؟ پدر چند نسل بهایی بودن؟ مادر چند نسل بهایی بودن؟ من که در خانواده بهایی به دنیا آمدم، پدر و مادرم بهایی بودن و پدر مادرم هم بهایی بودن. و چند نسل ما بهایی بودیم. شما متولد کجا هستین؟ من متولد کرج هستم. در کرج به دنیا آمدید، در کرج هم بزرگ شدین؟ دقیقا، بله درست. خب بیایم راجع به خانواده صحبت کنیم. چه نوع خانواده‌ای؟ پدر چه میکرد؟ مادر چه میکرد؟ چه نوع خانواده‌ای بود؟ بله، پدر من که در کرج یک مغازه‌ای داشتن، لوازم اتومبیل میفروختن و خیلی در کرج هم معروف بودن. هم غیر بهایی‌ها خیلی میشناختنشون و هم بهایی‌ها هر کاری داشتن می اومدن پیش پدر من و خیلی شخصیتی بود که همه در کرج دوستش داشتن. و مامان منم که در خونه داری میکرد. ما 4 تا 2 تا خواهر بودیم، 2 تا برادر و پدر من بیشتر در خدمت بود و عضو محفل بود و دائما در حال خدمت به حتی به غیر بهایی ها، حتی اونجا به بیمارستان ها میرفت کمک میکرد و هر کاری که از دستش برمی آمد انجام میداد. از کی پدرتون عضو محفل بود؟ والا از اون زمانی که جوون بودن و اینا ایشون عضو محفل بودن تا آخرین لحظه؟ تا آخرین لحظه. بله. خب راجع به زندگی خودتون، شما که بزرگ می شدید توی کرج به عنوان یک دختر بهایی، هیچ وقت، زمان شاه رو دارم میگم، هیچ وقت آزاری، مسئله‌ای، چیزی داشتید اونجا؟ بله اون موقع هم اذیت میکردن، ولی خب به این اندازه‌ای که در جمهوری اسلامی بود نبود، ولی اون موقع هم اذیت میکردن. بله. میتونی چند تا نمونه از اون اذیت‌ها رو بگین که چه شکلی بود؟ بله، ما یک بار خانوادگی رفتیم به ضیافت به حضرت قدس کرج. اون موقع کرج زندگی میکردیم، بعد موو کردیم به گوهردشت کرج بودیم و این تبلیغات اسلامیا اومدن دم بهای سنتر اونجا. ما تا از ماشین پیاده شدیم پارک کردیم، 2 نفر اومدن جلو حمله کردن و گفتن که به ما فحش دادن و که اون موقع مامان من خیلی ناراحت شد و بعد ایشونو چون خیلی نزدیک به ما می شدن ایشونو هل دادن که برین کنار، به ما کاری نداشته باشین. که ما رفتیم در بهایی سنتر که ضیافت بود، بعد دیدیم 2 تا پاسبان اومدن دم بهایی سنتر، پدرم و مادرم رو صدا کردن و گفتن بعد شما بیاین بریم الان به دادگاه. بعد دیگه رفتن اونجا و گفتن که چرا، اونا گفته بودن که ما حرفی نزدیم، فقط 1-2 تا کلمه چیزی به اینا گفتیم ولی ایشون منو هل دادن. دیگه اونا گفتن که اگر شما باید یه خسارتی بدین و پدر منم اونجا خسارت داد و آمد ولی دائما اینا دنبال ما بودن و یا فحش میدادن و اذیت و آزار خب زیادی داشتن، ولی دیگه مجبور بودیم تو اون محیط زندگی کنیم، راه دیگه ای نداشتیم. اولین باری که به عنوان یک دختر بهایی متوجه شدین که شما زندگیتون با بقیه بچه‌های دیگه که باهاشون دارین بزرگ میشین فرق میکنه، اولین چیزی یادتون میاد؟ یک چیز داستان، یک حادثه به خصوص که ببینید من بهایی ام، من فرق میکنم، چیزی هست به نظرتون؟ بله، والا همیشه دوستای خیلی خوبی داشتم، همه خیلی منو دوست داشتن. من تو مدرسه همه جا خیلی همه با ما خوب بودن، کسی به اون صورت دشمنی اونطوری که تو مدرسه با من داشته باشن نداشتن. منزلمون می آمدن، غذا می خوردن، من چیز بدی ازشون واقعا ندیدم. پس فقط این آدمای اسلامی بودن که خارج از
خونه جایی که میرفتید میمدن مزاحم میشدن؟ دقیقاً خود اهالی همسایه ها همه مهربون بودن، با محبت بودن، کسی به اون صورت آذری، ولی همین اسلامی ها و اینا می آمدن سراغ ما. هیچ وقت شما شکایت نکردید از اینا به مثلا مراجع قانونی؟ به هیچ عنوان هیچ وقت. تو مسجداشون فحش میدادن، همونطور که ما رد میشدیم در مورد بهائی‌ها صحبت میکردن، فحش میدادن، ولی ما رد میشدیم و دیگه یه جوری مثل که عادت کرده بودیم به اون محیط، زندگی میکردیم و خودمون رو وفق داده بودیم. بله. خب موقعی که داشت انقلاب میشد سن بچه ها چقدر بود؟ یعنی خواهر برادرها؟ بله. من 27 سالم بود. اون موقع ازدواج کرده بودم و این دوتا فرزندی که الان دارم اون دوتا رو داشتم. پسرم بود 3 سالش، دخترم هم که تازه به دنیا آمده بود 4-5 ماهه بود که ما همش در حال زندان رفتن بودیم. اون زمانی بود که پدر منو گرفته بودن و هنوز نرید به بعد از انقلاب؟ چشم. قبل از انقلاب پس شما 27 سالتون بود، بچهای دیگه برادر خواهرای دیگه‌تون؟ خواهرم که 30 سالش بود، 3 سال از من بزرگتر بود، ایشونم با آقای راستان ازدواج کردن. بعد برادرام هم دوتاشون در هیوستن تگزاس بودن اون زمان که برادر کوچیکم اون موقع بود 22 سالش و برادر بزرگم هم بود 35 سالش. پس موقعی که داشت انقلاب میشد دو تا برادر اصلا ایران نبودن؟ نه خیر نبودن. وقت شما که ازدواج کرده بودید خارج از خونه خارج از پدر مادر زندگی می‌کردین؟ بله. ولی تو همون شهر تهران آمدیم. شما تهران بودید؟ بله. اون خواهرتون کجا بود؟ خواهرم هم تهران بودن. شما دو تا خواهر تهران بودیم، مادر و پدر تنها در گوهردشت زندگی می‌کردن. دقیقاً. درست. و موقعی که داشت انقلاب میشد تو خیابونا میآمدن، جیغ و داد و اینا بود، آیا هیچ نگرانی توی خانواده بود، صحبتی بود تو خانواده که این اتفاقی که داره میفته ممکنه به ضرر جامعه بهایی تمام بشه؟ 100%. ما میدونستیم که گروه حجتیه هستن، اینا اصلا از اول مخالف بهائی‌ها بودن و قدر مسلم میدونستیم که اینا میان روی کار، برای ما اصلا جالب نیست. بله. و هیچ پیشگیری، هیچ کاری کردین که اگر این اتفاق افتاد شما بتونید حداقل در امان باشید؟ هیچ نقشه‌ای، برنامه‌ریزی؟ هیچ نقشه‌ای نداشتیم، چون این خیلی سریع این اتفاق افتاد. یعنی همه اصلا باور نمی‌کردن که به این سریع، که اصلا فکر نمی‌کردیم که بیان بهائی‌ها رو بگیرن و به این وضع اعدام بکنن و یعنی واقعا تصورشو نمی‌کردیم تا این حد. ولی خب چرا احساس وحشت می‌کردیم، می‌ترسیدیم و خیلی سریع اینا شروع کردن به گرفتن بهائی‌ها و وقتی که پدر منو گرفتن نرید اونجا. بله. الان پس این نگرانی ها قبل از انقلاب بود و انقلاب شد. اولین خبری که به گوش شماها رسید که شما متوجه شدید که همه نگرانی هایی که راجع به این انقلاب داشتید داره به واقعیت میپیونده، چه خبری بود؟ یادتون میاد چیزی؟ بله، اون زمان دیگه جنگ شده بود و بعد دیگه نمیذاشتن که از یه ساعتی مردم برن بیرون. تمام برقای خونه رو شب بعد ما خاموش میکردیم و تمام برقا رو خاموش میکردیم، پرده های خیلی تاریک گذاشته بودیم، خیلی با وحشت زندگی میکردیم وقتی که این اتفاق افتاده بود. یعنی جنگ هم شده بود دیگه، همه تیراندازی که میشد میرفتیم تو زیر زمین قایم میشدیم. وحشت خیلی خیلی وحشتناک بود اون زمانا. منظور من اینه که در رابطه با جامعه بهایی اولین خبری که اومد که شما متوجه شدین که تمام نگرانی‌های شما درست بوده راجع به این انقلاب، چه اتفاقی افتاد که شما متوجه شدین که الان قراره که یه ذره برای جامعه بهایی سخت بشه؟ بله، همین آقای جناب هاشم فرنوش رو دنبالشون بودن، اولین نفر بودن، یعنی اولین گروه بودن که اعدام شدن. ایشون رو دنبالشون رفته بودن و بعد ما یک روز تو خونه که در آپارتمانمون بودیم متوجه شدیم که آقای فرنوش و خانومش و بچه هاشون در پایین منزل ما زنگ منزل ما رو میزنن. بعد ما رفتیم در باز کردیم، آمدن تو، اینا گفتیم چه اتفاقی افتاده؟ گفتن که الان دنبال ما هستن و ریختن به آفیس آقای فرنوش و ما الان در خطریم.
میخوان بیان ما رو بگیرن. و آقای فرنوش هم در منزل ما یک هفته موندن و همش هم فکر میکردن که مثلا اینا حرف گوش میکنن. دائما برای آقای رفسنجانی تایپ میکردن، نامه مینوشتن که ما کاری نکردیم، ما اشتباهی نکردیم. همش به امید این بودن که اینا بیان به داد بهائی‌ها برسن. ولی بعد دیگه سمت آقای فرنوش چی بود؟ ایشون مثل اینکه واردات و صادرات داشتن. نه وظایفشون در جامعه بهایی. ایشون هم عضو محفل بودن و عضو محفل کجا؟ عضو محفل کرج فکر میکنم بودن، بله. ولی دائما در کلاس ها و کارهای امری خیلی فعال بودن. بعد یادتون میاد حدوداً چه سالی آقای فرنوش رو گرفتن؟ یا چند وقت بعد از اون زمانی که خونه شما بودن آقای فرنوش رو گرفتن؟ خیلی سریع گرفتنشون، برای اینکه اونها رفتن به سراغ مامان آقای فرنوش و اینا گفتن که اگر نگین که آقای فرنوش کجا هست ما تمام خانواده رو میگیریم و میبریم زندان. و آقای فرنوش چون اینو متوجه شدن خودشون رو رفتن معرفی کردن. گفتم من نمیخواستم که مادرم و برادرم و زنم و اینا رو بگیرن ببرن و رفتن خودشون رو معرفی کردن. یادتون میاد که چقدر بعد از اینکه ایشون رو گرفتن ایشون رو اعدام کردن؟ حدود فکر میکنم 9 ماه 10 ماهی در زندان بودن، شاید هم 1 سال، نمیدونم، ولی بعد از 1 سال اعدام شدن. بله. اولین اتفاقی که افتاد که شما احساس کردید که خطر داره میاد طرف خانواده شما چه اتفاقی بود؟ بله. پدر من رو چون در مغازه کار میکرد رفتن اون آقای رهنما که مسئول این گروه حجتیه بودن، ایشون البته در تهران بودن ولی می اومدن شناسایی میکردن که مثلا چه باهایی در کرج سرشناس هست و اینا. پدر منو پیدا کردن و بعد رفتن در مغازهش دستگیرش کردن، بردنش به یه بازداشتگاهی نگه داشتن. اونجا حدود 1 هفته یا 10 روز اونجا در اون بازداشتگاه بودن که پدرم وقتی آمدن بیرون تعریف میکردن گفتن که یک حاجی که در کرج با پدر من دوست بودن ایشون آمدن و در بازداشتگاه منو که دیدن گفتن اصلا شما چرا همچین شخصی رو گرفتین و بازداشت کردین؟ اصلا این برای اسلام بده، چون این شخصیتیه که اینقدر خدمت کرده در کرج، این همه آدم سرشناسی هست، اصلا برای ما خیلی بده و من ضمانت میکنم که ایشون رو هرچی زودتر از این زندان آزادشون بکنید. و بعد از 10 روزی پدر من برگشتن به خونه و ما بهشون گفتیم که پدر این خیلی خطرناکه، مطمئنا شما رو میگیرن. و گفتن که نه، الان آقای فرنوش رو که شهید کردن، اون اعضا رو شهید کردن، من خونم رنگی تر از اینها نیست و من نمیخوام میدون رو خالی بکنم. این دستگیری اول چقدر بعد از انقلاب، تاریخ چیزی یادتون میاد چقدر بعد از انقلاب بود حدودا؟ فکر کنم 2 سال بعد از انقلاب بوده. یعنی تو این 2 سال اول هیچ مشکلی برای ایشون به وجود نیامد؟ نه. خب از زندان برگشتن و اومدن سر کار و زندگی. بله. خب بعد چی شد؟ آمدن سر کار زندگی و یه مدتی 3-4 ماهی سر کار بودن و ما هم خیلی اصرار میکردیم بهشون که پدر بیایم شما رو از طریق مثلا پاکستان یا ترکیه خارجتون بکنیم، ولی به هیچ عنوان حاضر نبودن که این کار رو انجام بدن. بعد دوباره ریختن به مغازه بعد از 3-4 ماه دیگه و دوباره پدر منو گرفتن بردن. یک ماشین حالت وانت مانندی بود، با همون ماشین سوارش کردن و بردن به زندان کرج و در اونجا تا زمانی که 9 ماهی که در زندان بودن از این ماشین پدر من استفاده می‌کردن، آدم می‌بردن می‌آوردن، غذا می‌بردن می‌آوردن و از این ماشین استفاده می‌کردن. بعد از اینکه پدر من رفت در زندان، بعد از که مامانم هم به من زنگ زد، ما به تهران بودیم که یه همچین اتفاقی افتاده، الانم پاسدارا ریختن توی خونه دارن مثلا نگاه میکنن که چه چیزایی هست و اینا، آلبومای عکس و همه رو چک کردن و یه مقداری چیزا رو از تو خونه بردن و مامان من تنها بود و ما سریع هممون با خواهرم و شوهر خواهرم و همگی با هم رفتیم به گوهردشت کرج و
مامانم 2 شب ما اونجا پیشش موندیم. بعد گفتیم مامان شما اینجا خیلی خطرناکه که تنها بخوایم بمونین. ما مامانمون رو برداشتیم و آوردیم تهران منزل خودمون. و بعد از شبا هم یه گهگداری میرفتیم گوهردشت سر میزدیم. بعد یکی از اون شخصایی که در همون گوهردشت بودن به ما تلفن کردن که الان ریختن، تمام پاسدارا منزل شما رو تمام مهر و موم کردن، ماشین پدرتون رو کشیدن بیرون و شما اصلا دیگه اینجا پاتون رو نذارین، برای اینکه خیلی خطرناکه، چون دنبال مامانتون میگردن، میگن خانم حق‌بگر کجاست، ما میخوایم بریم خانومش رو بگیریم. و در همین زمانی که پدرم در زندان بود لباس اصلا نداشت، چون ما یه دست لباس برده بودن در زندان و ما نمیدونستیم که چطوری باید بریم پدرمون رو ببینیم. بعد دیگه رفتیم دادستانی کرج، گفتن شما باید اجازه بگیریم، ما به شما اجازه میدیم تمام خانواده رو صدا بکنید و برین در زندان پدرتون رو ببینید. و ما رفتیم در زندان، پدرم رو دیدیم و مثل همیشه حالت شوخ داشت و همش میخواست به ما دلداری بده که ناراحت نباشین همه چی درست میشه و فقط گفتن که من اینجا انقدر سردمه و یخ کردم، نه لباس دارم نه کت دارم، یه پتوی خیلی نازک به من دادم و من اینجا سردمه، اگر میشه شما برین لباسای منو از تو خونه بیارین برای من. ما دیگه رفتیم دادستانی، دوباره اجازه گرفتیم، قد خواهش و تمنا که ما فقط بریم توی این خونه یه چمدون فقط لباسای پدرم رو برداریم بیاریم و اینها هم به ما اجازه دادن. گفتن شما ولی با 2 تا 3 تا پاسدار میرین توی اون خونه و به هیچ چیز دیگه دست نمیزنین، فقط لباس رو برمیدارین و میارین. من و خواهرم رفتیم اونجا و 2 تا چمدون اونجا بود، گفتیم اجازه میدیم ما این چمدونا، گفتن آره میتونی بردارین. برداشتیم و یه مقداری لباسای مادرم و یه سری لباسای پدرم هم گذاشتیم در این و زیبشو بستیم و خلاصه از خونه آمدیم. و بعد موقعی که اتفاقا اومدیم از منزل پدرم بیرون با این چمدونا که داشته میرفتیم، یه عده همسایه‌ها ما رو میشناختن، گفتن بابا حالا چرا از زندگی مثلا توی زندگی ناراحتی چرا داری میری، نرو اینجا بمون. گفتیم نه بابا این اتفاق افتاده، ما داریم برای پدر مادرم لباس میاریم، اینجا اتفاقی نه، چیزی اختلافی نیست، فقط اینا مهرمون کردن و ما لباساشون داریم میبریم. که بعد هر هفته ما میرفتیم اجازه میگرفتیم از دادستانی و میرفتیم به ملاقات پدرم و پدرم هم هیچ شکایتی نمیکرد، هیچ چیز غمگین و افسرده ما بشیم اصلا نمیگفت. و در همین حینی که 9 ماهی که پدر من در زندان بود، عموی من سکته کرد از قصه. بعد وقتی که سکته کردن اینا، مامانم گفت نمیخواد به پدرت بگی که برادرت تو اینقدر دوست داره و اینا، خیلی تو زندان اذیت میشه. ما اصلا لباس رنگی میپوشیم و میریم و اصلا بهش نمیگیم که همچین اتفاقی افتاده. بعد که رفتیم همه گفتیم و خندیدیم و اینا، پدر من خیلی خواب میدید و همیشه مثلا خواباشم که میگفت یه حالتایی بود که نمیدونم چطور بود که تعبیر میشد. بعد همینطور که ما میگفتیم و میخندیدیم در زندان باهاشون بودیم و اینا، گفتن که شما یه اتفاقی افتاده که نمیخوایم به من بگی. گفتیم نه بابا چه اتفاقی افتاده، چیزی نشده اینا. گفت نه من خواب دیدم که خواهرم با یک چادر سیاهی روی کوه وایساده و این یه اتفاقی افتاده ولی شما نمیخوایم به ما بگین. دیگه مامانم گفتش که همچین اتفاقی افتاده، برای برادر تو از قصه سکته کرد، شبونه برادرشون خیلی قصه پدر منو میخورد و در تخت خواب در خواب سکته کردن ایشون. خب توی این 9 ماهی که شما ملاقات میکردید هیچ آثاری از شکنجه، اذیت‌های آزار بدنی اینا چیزی دیدین شما؟ ما پدر من با 2 نفر دیگه که عضو محفل کرج گوهردشت بودن، خانم و آقای فروهر، با هم ستایی در یک سلول بودن و یه عده دیگه از بهایی ها هم در اون سلول پدر من بودن که اونها چند تاشون آزاد شدن از اونجا و اونها تعریف کردن که شلاق میزدن و پشت کمر که چون لباس میپوشیدن دیگه مشخص نبود، ولی گفتن خیلی با طناب میزدن به پشت تمام جای طناب و اینا بر روی بدنشون بود. بله. ولی پدر هیچ هرگز نگفتن، همش تعریف میکردن، میگفتن اینا خیلی به من محبت میکنن،
اینا خیلی خوبن، هیچ چیز بدی هرگز از اینا به ما نگفت، ولی شکنجه داده بودن. بله. توی این ملاقات‌ها با کی میرفتین؟ کیا میرفتن توی این ملاقات؟ من با شوهرم و مامانم و خواهرم شهلا راستان و شوهرشون آقای فرهنگ راستان و بچه ها همه میرفتیم ملاقاتشون. بعد مادر دیگه براش مشکلی به وجود نیامد؟ مادرم دنبالشون بودن، ولی ما خیلی سریع بعد از شهید شدن پدرم سریع اومدیم از ایران بیرون. بیایم راجع به آخرین ملاقات صحبت کنیم. آیا شما وقتی که آخرین ملاقات رو کردید میدونستید این آخرین ملاقاته؟ من یک روز رفتم به خاطر اجازه گرفتن که برم پدرم رو ملاقات کنم، هفته میرفتم اونجا اجازه میگرفتم در دادستانی. رفتم اونجا گفتم که من اجازه میخوام که برم به ملاقات پدرم، برای مثلا فردا به من اجازه بدین که ما همه فامیلی بیایم به ملاقات پدرم. ایشون به من گفتن که من همین الان به تو اجازه میدم که تو بری به ملاقات پدرت و همین الانم برو به همه فامیلت زنگ بزن بگو همشون امروز بیان دیدن پدرتو. و اون آقای فروهر، خانم فروهرم که اونجا بودن، خواهرشون در ایران بود، همیشه ایشون هم می اومدن به ملاقات خواهرشون و شوهر خواهرشون. گفتن که شما حتما به این خانومم زنگ بزنین بگین بیان به ملاقات. و من فوری دویدم گفتم چه اتفاقی افتاده؟ اینا گفتن نه حالا هیچ اتفاقی نیفتاده، تو فقط برو دیدن پدرت. فوری من رفتم، فوری زنگ زدم به شوهرم و به خواهرم و شوهر خواهرم و اینا همه با هم دست جمع آمدن به زندان. وقتی ما رفتیم زندان پدرم رو آوردن، دیدیم که اصلا غیر عادیه این آوردن پدر من، خیلی غیر عادیه. همه پاسدارا با اسلحه همطور وایسادن دورور همه ما و پدرم و خانم فروهر آقای فروهر، اینا همه خیلی قیافه افسرده. هیچ وقت پدر من ریششو نمیذاش بلند بشه، همیشه ریششو میزد مرتب منظم. ما یه دفعه دیدیم آمد پدر من ریش داره، ریشاش در اومده و پاسدارام همینطور دور و بر ما رو گرفتن و من به پدرم گفتم که پدر چی شده؟ شما چرا ریشتو نزدی؟ گفت ما رو الان 1 هفته در زندان انفرادی انداختن و برق رو اصلا قطع کردن و غذا هم فقط مثلا یه تیکه نون بربری چیزی میارن میندازن از زیر در تو و ما نمیتونیم ریشمون رو بزنیم، نه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و این کار دارن با ما میکنن. که ما برگشتم به پاسدارا گریه کردم، گفتم شما چرا دارین این کار میکنین؟ مگه پدر من چه کار کرده؟ گفت یا آقای گفت رفته اسرائیل جاسوسه. گفتم منم رفتم اسرائیل، مادرم هم رفته، همه ما رفتیم اسرائیل. بیایم خب چرا همه ما رو نمیگیرین؟ ما همه آذر آماده ایم، بیایم ما رو هم بگیرین مثل پدر ما، گناهی نداریم، ما چه گناهی کردیم؟ خلاصه خیلی گریه کردم و داد زدم و جیغ زدم و اینا. پاسدار اومد گفت اگر الان 1 ذره دیگه حرف بزنی جای تو هم تو زندانه، من همین الان تو رو زندانی میکنم. دیگه شوهرم و مامانم گفتن حالا تو یه ذره هیچی نگو. گفتم من آخه اصلا داریم ما منفجر میشیم، آخه چه گناهی کردیم ما تو این دنیا؟ و پدرم هم خب خیلی غمگین و افسرده بود. مشخص بود که خب بهش گفته بودن که مثلا الان دیگه انفرادی هستی، دیگه آخر خطه. و پدرم هم گفتن که چند بار من بردن به دادگاه و من گفتن که تو باید بگی مسلمونم و ما همه چیز زندگی تو میدیم، خونه تو میدیم، مغازه تو میدیم، تو با همه چی میرسی، تو فقط بگو من مسلمونم. پدرم هم گفته بود شما اگه بتونید قلب منو از جا در بیارید خیلی راحته، من میگم من مسلمونم. آخه این حضرت بهاءالله در قلب منه، من کاری نمیتونم بکنم. شما یه چیزی از من میخواین که من نمیتونم به شما بگم، اگه من بگم من به شما دروغ گفتم. گفت چند بارم من اینو در اونجا بهشون گفتم و خیلی سعی کردن که پدر من بگه من مسلمان هستم و آزادش بکنن، ولی حتی در زندان که بودن پدرم گفتن که یک شب چشم منو بستن و منو بردن به یه جایی که من اصلا نمیدونستم کجا هست، چشممو بسته بودن. منو در ماشین سوار کردن و بردن یه جایی که صدای تیربارون می آمد، داشتن یه عده رو تیربارون میکردن، اعدام میکردن.
که بعد گفتن که تو هم اگر نگی من مسلمون هستم میاریمت همین اینجا و اعدامت میکنی. گفت دوباره منو برگردوندن به زندان، چشمای منو باز کردن و گفتن اگر نگی همین جایی که الان بردیم صدای گلوله میامد تو رو میبریم همینجا اعدام میکنیم. گفت خیلی سعی میکردن که منو یه کاری بکنم که بگم من مسلمون هستم، ولی تا آخرین لحظه هرگز هیچ سست نشدن. و وقتی که ما رفتیم در زندان آخرین روزی که بود و ما نمیدونستیم که قرار اون شب اعدام بشن، ولی صبح ساعت 7 صبح زنگ زدن که دیشب پدر شما رو اعدام کردن. کی زنگ زد؟ دایی من زنگ زد. ایشون از کجا فهمیدن؟ والا ایشون مثل اینکه قبلا در رفته بودن دیدن پدر منو اجازه گرفته بودن، مثل که شماره تلفنی چیزی اونجا گذاشته بودن و ایشون گفتن که به من زنگ زدن گفتن که ما اعدامشون کردیم بگیم بیان جسدو ببرن. 3 نفر رو با هم اعدام کرده بودن؟ بله دقیقاً. خب چیکار کردین شما؟ ما دیگه اول به من بگین که آیا این خبر براتون غیر منتظره بود؟ نه خیر، چون اون شب که ما رفتیم تو اون شرایط اینا رو دیدیم، اتفاقا احسان موقعی که آمد در ماشین گفت شما باید خودتون رو آماده بکنید چون این امشب شرایط اصلا جالبی نبود. ولی میدونی هیچ وقت آدم نمیخواد به خودش، همش احساس میکنه نه یه روز اینا میفهمن که این بیگناهه، یک همچین انسانی که اینقدر خوبی کرده، همش به امید اینه که آزاد بشن. گفتیم حالا شاید هم این دارن انفرادی این کارو میکنن که دیگه پدر من مثلا بگه من مسلمون هستم و آزادش کنن، همش تحت فشار قرار دارن میدن. یه جورایی نمیخواد انسان باور بکنه که یه همچین اتفاقی میخواد بیفته، ولی جو خیلی بد بود. اون روزی که ما رفتیم بسیار جو بدی بود. خبر رو شنیدید؟ عکس العمل خانواده مادر پیش شما بود؟ بله. خواهر کجا بود؟ خواهرم همون تهران نزدیک منزل ما بود. یه مقدار شرایط اون روز رو برای من تعریف کنید. وقتی خبر اولین کسی که خبر رو شنید کی بود؟ اولین کسی که همه تلفن زدیم به همدیگه اطلاع دادیم و من چون بچم تازه 5-6 ماهش بود و بهش شیر میدادم گفتن که تو نرو که جسد پدرتو ببینی و من نرفتم و شوهر من رفت و شوهر خواهرم رفت و آقای منجذب رفت و رفتن اونجا و جسد در سردخونه کرج گذاشته بودن. مادر نرفت؟ مادرم هم رفت. بله. مامانم هم رفتن و اونجا چون اجازه نمیدادن که باهایی‌ها رو در اونجا بشورنشون. بعد چند تا از احبایی که در گوهردشت بودن اینا قبول کردن که جسد پدر من و آقای فروهر خانم فروهر رو ببرن در منزلشون بشورن. اینا رو برده بودن در منزل، شسته بودن، براشون کفن دوخته بودن و اون زمان وقتی که میخواستن ببرن که خاکشون بکنن اونا گفته بودن که شما حق ندارین که چند نفر بیان برن، فقط یک نفر میتونه بره با اینا، هر جا میخوان خاک کنی فقط یک نفر بره اونجا. که من شوهر خالم آقای منجذب ایشون قبول کردن که برن و در بابا سلمون کرج این 3 جسد رو دفن کردن اونجا در اونجا و هنوزم اجازه که سنگ روی اینها بذارن کسی اجازه نداده، ولی خواهرم و شوهر خواهرم و اینا همیشه میرن و در اونجا دعا و مناجات میخونن. اینها رو به چه شکل کشته بودن؟ اونها رو با گلوله. بله. کسانی که رفتن جسدها دیدن آثار شکنجه دیدن؟ شکنجه چون شوهرم رفته بود فکر نکنم. بگین. ظاهرا هر 3 جسد رو که شستشو میدادن من هر 3 رو دیدم. علامت شکنجه نبود. نه. ولی تیرایی که زده بودن مثلا به جسد آقای حق‌پیکر 2 تا به سینه زده بودن، یکی به پا زده بودن و تیر خلاص رو به سر. در مورد جناب فروهر خانم فروهر الان حضور ذهن ندارم که چه قسمت‌هایی از بدنشون تیر خورده بود، ولی هر 3 رو با تیر خلاص زده بود. راحت کردن. خب کجا خاک کردن پدرتون؟ در بابا سلمان کرج.
هنوزم اونجا هست؟ بله. سنگ هست روی قبرشون؟ سنگ نذاشتن، اجازه ندادن، گفتن حق ندارین سنگ بذارید، ولی هستش. بله. خب این خب مسلما این اتفاق خیلی اتفاق فاجعه بزرگی تو خانواده شما اتفاق افتاد. از این قضیه به چه شکل شما آمدین بیرون؟ حالا دیگه صحبت خانواده چیه؟ ولی صحبت خانواده اینه که ما باید از ایران بریم بیرون، چون که اونها هم دنبال مادر من بودن، هم دنبال احسان شوهر من بودن، چون اینا همش در جریان دادگاه و اینا بودن. خودشون گفته بودن که ما باید بریم این 2 نفرم بگیریم و ما خیلی سریع تصمیم گرفتیم که از ایران خارج بشیم. البته مامان من برای حدود 1 ماه یعنی به صورت وحشتناک حالش خیلی بد شد و با قرص اعصاب و اینا این مدت در منزل ما بیشتر خواب بود و بعد از 1 ماه حالش کم بهتر شد و ما سعی کردیم که از ایران خارج بشیم و یک همسایه‌ای داشتیم که این 2 نفر 2 تا پسر مجرد بودن و اینا بیشتر در جریان کار ما بودن و با پدر مادر من آشنا بودن. اینا گفتن که ما هر کاری از دستمون بر بیاد برای شما انجام میدیم. و با اون موقع اون آقایی که اونجا زندگی میکنن، یکی از اون برادرها گفتن که ما خونه شما رو با همین اساسیه که هست فقط کلیدش رو به ما در قفل بکنی و بدین به ما، چون اگه کسی اینجا متوجه بشه که شما میخواین برین و اساسی بفروشین و خونه بفروشین شما رو میگیرن. و ما اینطوری خونمون رو فروختیم، پولی هم اصلا نگرفتیم، فقط سند رو به نام کردیم و تو فکر این افتادیم که بریم یه سری از این قاچاقچیایی که از ایران میبرن بیرون، یه سری اونجا آشنا شدم و احسان رفت اونجا اینا رو پیدا کرد و ما پول بهشون دادن که ما رو از ایران خارج بکنن. و این آقایی که در منزل ما بود که 2 تا برادر بودن، یه برادرشون همون ایران میمون و این خونه ما رو همینطوری خریدن و اون یکی برادر گفتن که من میام با شما، نمیذارم شما که با 2 تا بچه کوچیک هستید و با مادرتون و اینا بخواین با اسب و اینا برین، من میام دنبال شما که به شما کمک بکنم. و همین اتفاق افتاد. ما سند رو رفتیم فوری به نام اون آقای همسایه کردیم و با این برادرشون رفتیم به تبریز و از اونجا هم با ون و اینا اومدن ما رو برداشتن و آمدیم و با یه سری اسب و اینا آورده بودن اونجا که ما رو با اسب سوار کنن و از راه مرز ترکیه ما رو خارج بکنن. و دیگه 1 هفته ما در این با اسب هر شب می رفتیم و بیشتر شب ساعت 12 شب ما رو سوار اسب می کردن تا ساعت 4 صبح، به خاطر اینه که تاریک باشه و اون سربازا نتونن که ما رو پیدا بکنن. و بسیار با محبت بودن، بسیار آدمای خوبی بودن. همینطور منزل به منزل، مثلا ما ساعت 4 صبح که می رسیدیم به یک دهکده که ما رو می بردن، همشون از خواب بلند می شدن، برای ما جا می انداختن، جای خودشون رو به ما می دادن و ما اونجا استراحت می کردیم تا فردا شب ساعت 12 شب که دوباره اسبا بیان و ما رو ببرن. و همینطور ما 1 هفته در راه بودیم. خب با خطراتی مواجه شدیم. یه عده می آمدن پول می خواستن بگیرن، میگفتن اگه پول ندین مثلا میکشیمتون، ولی اینا که می آمدن که ما رو ببرن اینا خیلی ما رو محافظ بودن و از ما مواظبت میکردن. و بعد از 1 هفته ما رسیدیم به ترکیه، به سر مرز ترکیه و این ترک‌ها خیلی کمک کردن. گفتن شما به هیچ عنوان وارد شهر وان نشین، چون شهر وان شهریه که میگیرن و میبرن زندانی میکنن. و گفتیم ما چیکار کنیم؟ گفتم ما میریم از شهر وان براتون تاکسی میگیریم میاریم و شما رو مستقیم میبریم به استانبول. و این آقا هم همینطور همراه ما بودن، به ما کمک میکردن و پسر منو در اسب بغلشون کردن و دخترم هم که با بغل شوهرم بود و منم یه اسب سوار شده، مامانم هم یه اسب، ولی همه مواظب بودن و اسبا میکشیدن. و خلاصه ما رسیدیم توی جاده دیگه، همینطور ما رو با تاکسی بردن به شهر استانبول. که وقتی که هم سوار تاکسی شدیم، این آقا چون ما رفته بودن گفته بودن اینا پاسپورت دارن، همه چیزشون اوکیه
و این آقایی که اومده بود تاکسی سوار ما رو تاکسی سوار کرد و برد وسط راه پاسدارا، یعنی همون مال ترکا، ریختن و گفتن که شما مدارکتون کجاست، پاسپورتتون کجاست. اینا ما خب همه چیزمون غیر قانونی بود و دیگه گذشتن اونا از چیز کردن و گفتن ایب نداره برین و دیدن بچه کوچیک و اینا دیگه زیاد اذیت نکردن. بعد این آقایی که تاکسی ما رو داشت میبرد، این آقای راننده، این وایساد گفت نه من شما رو نمیبرم، شما همه چیزتون غیر قانونیه، ما شما رو نمیبریم. و خلاصه خیلی باهاش اونجا شوخی کردیم و صحبت کردیم و پول بهش دادیم و اینا. خلاصه ایشون دیگه ما رو آوردن تا استانبول. استانبول چقدر بودید؟ استانبول حدود 1 هفته تا 10 روز ما اونجا بودیم. بعد از اونجا ما رفتیم به اسپانیا. اونجا خودتون رفتید یا از طریق UN رفتین؟ نه خودمون رفتیم اونجا. رفتیم اون موقع اسپانیا ویزا لازم نداشت، ما میتونستیم همینطور بریم. رفتیم به اسپانیا و در اونجا برای 1 ماهی مستقر شدیم و گفتن که اینجا شما میتونین برین به سفارت آمریکا، چون که باهایی هستید و این اتفاقات براتون افتاده خیلی راحت به شما ویزا میدن. و ما رفتیم اونجا تقاضای ویزا کردیم و گفتن که حالا شما برین 1 ماه دیگه ما به شما جواب میدیم. بعد در این 1 ماهی که ما در اسپانیا یعنی قرار بود که در اسپانیا باشیم، فامیل ما آقای مازگانی و دخترعموی من خانم پریچر در پرتغال بودن و ما گفتیم که اونا زنگ زدن گفتن شما این مدتی که الان 1 ماهی قراره منتظر بمونیم برای ویزا، بیاین به پرتغال که بعد به شما زنگ میزنن جوابشو میدن که به شما ویزا دادن یا نه. و ما رفتیم به پرتغال، 1 ماهی در اونجا بودیم و جواب اومد که به شما ویزا ندادن و ما اونجا منتظر بودیم که از طریق ما گفتیم از طریق بیت العدل اقدام بکنیم که شاید از اون طریق بتونن به ما ویزای امریکا بدن. ولی متاسفانه مثل که پرونده در اینجا گم شده بود، به یه مشکلاتی برخورده بودن و گفتن که هیچ کاری الان ما نمیتونیم انجام بدیم. البته ما 1 سال و نیمی در پرتغال مجبور شدیم بمونیم، کار دیگه نمیتونستیم انجام بدیم. بعد از اونجا شوهر من تصمیم گرفت که دوباره برگرده به اسپانیا و بره اونجا یه مقداری تحقیقات بکنه که ما چه کار میتونیم انجام بدیم. و برگشتن رفتن اسپانیا و یه عده از دوستان یا از باهایی ها اینا گفته بودن شما میتونید از طریق UN اقدام بکنید که بتونین برین به امریکا. و همین کار رو انجام دادیم. ما دوباره برگشتیم به اسپانیا، اونجا هتل داشتیم، یه 4 ماهی در هتل زندگی کردیم و اونجا رفتیم به UN و قبول کردن که به ما گرین کارت بدن و این کار انجام شد و ما با گرین کارت وارد آمریکا شدیم و دیگه اینجا شروع کردیم به زندگی. یعنی شما و شوهرتون 2 تا بچه و مادر همه با هم یک جا همه با هم آمدیم. بله. خب خواهر ایران موندن؟ بله. خواهر من با شوهرشون و 2 تا بچه‌هاشون که در ایران بودن گفتن که شما رفتید جریان برای ما بنویسید ببینیم چطور هست و اینا، بعد ما هم اقدام میکنیم میایم پیش شما. و من خب نامه مفصلی براشون نوشتم که در جاده این اتفاقات اینطوری بود، ما با اسب آمدیم و اینا ترسیدن، گفتن نه ما حاضر نمیشیم که این همه مسائل و مشکلات رو تحمل بکنیم و بیایم. اونا در ایران موندن و هنوزم در ایران هستن. مادر وقتی که اومدید آمریکا روحیش چطور بود؟ مامان من همیشه روحیش خیلی خوب بود. از بس که اینا با ایمان بودن، هم پدرم هم مادرم، هیچ وقت اینجور مشکلات اذیتشون نمی‌کرد. قدر مسلم خب خیلی ناراحت بودن چون زندگی رو گرفته بودن، شوهرش رو، یعنی هیچ چیزی، فقط با چند دست لباس تمام اون زندگی مرفهی که به نسبت داشتن همه رو از دست داده بودن، هیچی براشون دیگه نمونده بود. و زمانی هم که توی زندان بودیم که همون شب روز آخر که رفته بودیم، مامان من به پدرم گفت پدر آخه چیز حق بکرد، تو آخه داری میری، من چه کار بکنم؟
و پدر من همون آخرین لحظه گفتن ببین تو 4 تا بچه بسیار خوب داری، تو مطمئن باش که اینا از تو مواظبت میکنن. و واقعا هم همینطور شد. هم برادرام، هم ما، هم خواهرم، همه تا آخرین لحظه پای مادرم بودیم و تا اونجا که شد سعی کردیم که اذیت نشه. همیشه روحیش بسیار عالی بود. این اتفاق، این فاجعه‌ای که برای شما اتفاق افتاده و پدری رو که شما با اون مشخصاتی که داشته میشناختید و این اتفاق براش افتاده، چجوری از نظر روانی و عاطفی اینو برای خودتون توجیه میکنید اینو؟ خیلی راحت قبول کردم، چون پدر من خب ما همیشه توی خونه بودیم، دعا مناجات میخوند، لو احمد میخوند و خیلی روی دین خودش خیلی محکم بود و ما همیشه اون ایمان قوی رو در وجودش میدیدیم. یعنی یه چیز عجیبی بر ما نبود که همچین اتفاقی افتاد، چون تمام وجودش واقعا ایمان قوی بود. برای همین وقتی که ایشون رو شهید کردن حقیقتا من یه حالت افتخار داشتم. گفتم یه همچین شخصیتی که چقدر قشنگ از این امتحان در اومد. شما فکر میکنید این حرکتی که پدر شما و دیگر بهائیایی که همین راه رو رفتن کردن چه تأثیری تو جامعه بهایی به طور کل گذاشت؟ خیلی تأثیر گذاشت، خیلی تأثیر گذاشت. اصلا یعنی تمام پیشرفت دیانت بهایی رو بهایی‌ها از این مسئله میدونن که واقعا مثل یه بمب صدا کرد، چون یه عده محدودی هستن که انقدر ظلم میکنن، انقدر اذیت میکنن. اکثر ایرانی‌ها، اکثر مسلمان‌ها، بس همین آقایی که ما رو آورد حاضر شد که این همه خطر رو قبول بکنه، یه مسلمون بود. یعنی ما از مسلمان‌ها هیچ بدی ندیدیم. همسایه‌هامون، تمام انسانایی که در ایران زندگی می‌کردن همشون مهربون بودن، با محبت بودن. ولی واقعا ما نفهمیدیم این گروه اصلا از کجا اینا آمدن که اینقدر بخوان که خونخوار باشن که انسان‌ها رو به این جور از بین ببرن. ولی اکثریت ایرانی‌ها به نظر من بی‌نظیرن. انسان‌های با محبتی هستن، مهمون نواز هستن، دست دلباز هستن. از ما فقط همه ایران رو به این عده‌ای که اینقدر ظلم کردن ما نمیبینیم. و حتی همسایه‌هایی که ما در گوهردشت داشتیم، اینا برای ما اشک میریختن، گریه میکردن، مسلمان بودن همشون. حتی پاسدارا، ما در زندان میرفتیم، پاسدارا میگفتن به خدا از چشم ما نبینین، اینا انسانای فرشته‌ان، ما جابمون اینه، ما کارمون اینه، شما از چشم ما نبینین. حتی پاسدارا هم با یه عشق و علاقه با ما رفتار میکردن. درسته که خب یه راه اشتباهی بود، ولی اینا هم با ما بد نبودن اصلاً. به نظر من به هیچ عنوان ما هیچ کینه از هیچ کس نداریم. حتی پدر من وصیت‌نامه‌ای که الان اینجا هستش، در وصیت‌نامه نوشتن که اون کسی که منو تیربارون کرد شما بهش 1000 تومان مژدگانی بدین و سبد گل براش بفرستید، چون این نمیدونه داره چی کار میکنه. این فکر میکنه که یه کار ثوابی داره انجام میده، اون اشتباه اون نیست که داره این کار رو انجام میده. حتی بهش پول بدین و اصلاً به کینه به دل نداشته باشین از هیچ کسی، برای اینکه ما هدفمون اینه که تمام دنیا و جهان به صلح و دوستی و انسانیت برسن. ما هدف دیگه ای نداشتیم. بنابراین به هیچ عنوان از هیچ کس، نه من حتی اون کسی هم که پدر من اعدام کرده، ما ناراحت نیستیم از دستش. 1000 تومان و گل رو دادین؟ نه خیر، نبردیم بدیم، برای اینکه ما میترسیدیم مثلا اونجا پیدامون بشه، چون در دنبال مامانم بودن، دنبال شوهرم بودن. تأثیر این حرکت پدر در شخص شما، در این زندگی که بعد از پدر شما رفتی توش، چه تأثیری تو زندگی شما گذاشت این حرکت پدر؟ خب خیلی تأثیر بزرگیه که یه پدری به خاطر دینش و ایمانش اینطوری از این دنیا به این راحتی همه چی رو قبول بکنه و بره. خب ایمان من خیلی محکم‌تر میشه. یعنی آدم فکر میکنه که یک انسان بیگناهی رو اینجوری حاضر بشه که به خاطر اعتقادش بره، پس چقدر این اعتقاد محکمه، استواره، پس بنابراین ایمان من قوی‌تر میشه. یه چیز مسلمیه. توی این ملاقات هایی که با پدر کردین
هیچ لحظه خاصی رو یادتون میاد بین خودتون و پدر؟ بله، پدر من همیشه میخندید، همیشه شوخی میکرد، همش صورتش خندان بود. هیچ وقت ندیدم که از چیزی شکایتی بکنه یا حرفی بزنه. همیشه یه صورت خندان و خوشحالی به نظر من هست هر وقت که فکرش رو میکنم. فقط اون روز آخر خب خیلی پژمرده بودن و صورتشون خیلی افسرده شده بود و قدر مسلما میدونستن، چون یک هفته ای هم در فشار بودن در اونجا، صورتشون خیلی پژمرده و افسرده شده بود. ولی توی این ملاقات ها هیچ لحظه خاص بین شما و پدر چیزی جدا از بقیه از گروه چیزی هست یادتون میاد اینا یا نه؟ نه، همیشه با جمع صحبت میکردن و میگفتن و میخندن. همش میگفتن ناراحت نباشین، همه اینا میگذره، اصلا مسئله ای نیست. همش به ما، با همین که خیلی خودشون اونجا سختی میکشیدن، ولی همش هی سعی میکردن که به ماها دلداری فقط بدن، چون همه دست جمع میرفتیم. ولی مامان من خیلی همش میگفت حق بکرد، تو اگه بری من چی کار بکنم، من چی میشه؟ همش میگفت هیچی نمیشه، همه چی درست میشه. همش امید 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 امید. توی مدتی که آمریکا بودید بین شما مادر و دوتا برادر هیچ وقت یک فرصتی نشستید که این قضیه رو برای همدیگه راجبش صحبت کنید؟ بله خیلی، بله. ما 5-6 سالی مامان من در لس آنجلس با ما زندگی میکرد. بعد برادر بزرگم کامران حق بیکر، ایشون خانومشون فارغ شدن و خواهش کردن که مامان من برای مدتی برن به هیوستون تگزاس که بچه رو نگه دارن، چون خانومشون کار میکردن. مامان من رفتن به هیوستون و در اونجا مستقر شدن، چون که اونجا دیگه نگه می‌داشتن بچه رو، اینا رو سعی می‌کردن که کمک می‌خواستن. مامان من البته یه بارم اینجا زلزله خیلی بزرگی شد، مامان من از زلزله خیلی میترسید و اینا، گفت من میرم هیوستون زندگی میکنم و ایشون در هیوستون زندگی کردن و این دوتا برادرای من واقعا مثل یه فرشته از مادر من مواظبت کردن. اونجا آپارتمان داشت برای خودش، ولی دائما برادرام اونجا بودن و من و خواهرم هم که از ایران می آمد یا من میرفتیم اونجا به ملاقاتشون و خیلی وقتی که اونجا در منزل مامانم بودیم، خواهر و برادر خیلی راجع به این مسائل صحبت می‌کردیم و ایشون می‌پرسیدن، چون ما در جریان بودیم، از ما تمام این چیزا رو می‌پرسیدن و ما تعریف می‌کردیم. و برادرام یعنی اینجا خیلی خیلی اذیت شده بودن، چون دور بودن از مسائل. دائما تلفن می‌زدن، صحبت می‌کردیم، نامه من براشون می‌نوشتم و وقتی اومدم اینجا همه چی رو براشون تعریف می‌کردم و صحبت می‌کردیم و همیشه راجع به این مسائل خیلی با هم صحبت می‌کردیم. آخرین سوال من راجع به این آمریکاست. آمریکا یک کشوری که هیچ ربطی به ما نداره، یک کشوری برای خودش. ما از اون ور دنیا رانده شدیم، کشوری که قرار بود از ما نگهداری کنه، به ما موقعیت و شرایط و سکیوریتی و امنیت و زندگی بده، برعکس همین رو از ما گرفته و ما اومدیم توی کشور غریبه و در این کشور غریبه همه موقعیت ها در اختیار ما. نگاه شما به عنوان یک ایرانی که این دو طرف قضیه رو دیدید، اون ور دیدید، اومدید اینجا، بچه‌هاتون تو اینجا بزرگ شدن، نگاهتون رو به من راجع به این مسئله بگید. والا من 27 سالم بود که از ایران آمدم. تمام زمانی که من ازدواج کردم، من 22 سالم بود که ازدواج کردم، به شوهرم میگفتم بیا از ایران بریم بیرون، چون اصلا خاطرات خوشی نداشتم، نه از نظر مردم، یعنی همین مسائلی که فحش میدادن و اذیت میکردن اینا، به هیچ عنوان دلم نمیخواست در ایران بمونم. دوست داشتم که احساس خطر میکردم همیشه، برای اینکه خب بالاخره آدم احساس میکنه کسی که داره فحش میده، این همه اذیت میکنه، یه روزی ممکنه بیاد به تو صدمه بزنه و من اصلا خوشحال نبودم در ایران. ولی خب کار میکرد و زندگی داشتیم و اینا، میگفت الان برای چی بریم، ما داریم اینجا کار میکنیم و زندگیمون بد نیست، اینا برای چی بریم؟ که بعد دیگه نرفتیم و خونه خریدیم و آپارتمانی گرفتیم و اونجا شروع کردیم به زندگی کردن. ولی دیگه حقیقتش رو بخواید، این زمانی که اینجا 30 و چند سالی که دارم زندگی میکنم، واقعا در آرامش و آسایش و هیچ کس نگفته تو مذهبت چیه، هیچ وقت از من کسی سوالی نکرده، هیچ گونه آزاری از هیچ احدی هیچ وقت به من نرسیده و قدر مسلم من در اینجا زندگیم خیلی بهتره، با آرامش، هیچ کس از کسی چیزی نمیپرسه، مزاحم کسی نمیشه کسی و من در اینجا احساس آرامش میکنم.
به ایران برمیگردید؟ برای زندگی هرگز بر نمیگردم. یعنی اگر اینجا بیرونم بکنن میرم ایران، ولی اگه بیرونم نکنن نه، هرگز برای زندگی نمیرم، چون اصلا دوست ندارم اون خاطرات گذشته بر من، یعنی هست تو مغزم، هست، فکر میکنم در موردش، حتی خونم رو الان میتونم مجسم بکنم همه اون، ولی هرگز دیگه نمیخوام برگردم برم توی اون محیط، برای اینکه خیلی بهمون سخت گذشتش، خیلی بسیار سخت گذشت.